علی فکر کن مثلا من از این فروشگاه اینترنتی سفارش دادی، خب بعد میخوای تو نظرسنجی کاربرش کامنت بذاری، چی میذاری؟ ببین بسته‌بندی محصول فوق‌العاده، ولی محتوای داخل کاملا چرت و پرت، اصلا به کار آدم نمیاد. بعد از اون باید 3-4 تا ازش همزمان سفارش بدی تا یه دونه شاید به کارت بیاد. جدا از اون یه دفترچه راهنما نذاشتن تو بسته‌بندی کار که من بدونم چجوری باید کار کنم. 5 سال هنوز نتونستم پیدا کنم ببینم باید چیکار کنم. خدمات پس از فروش 0، یعنی اینکه این محصولی که میگیری دیگه بعدش هیچ خدماتی نداره. تو کامنتاش هم رفتم دیدم همه دوستا، آشناها، رفیقا گذاشته بودن که آقا نگیر، این محصول خوب نیست، به درد نمیخوره. من گرفتم، به دردمم نخورد. بعدشم خدماتی که میدادن قابل پس گرفتن نبود. یعنی چی؟ یعنی این محصول کاملا مستقیم رفته تو چوب.